خواهر مسلمان ما مدت 25 سال حبس شده و هیچ کس صدای زیر نکشیده و یکی از خانواده از هیچ کدامشان به ذره در قلبشان ایمان وجود نداشته که 25 سال ناله و فریاد خواهر ما را نشنیده. از امارات اسلامی تشکری میکنم که چنین جنایت‌های قضایی چند سال پیش میکشه با گوش مردم و این خواهر ما را از این بنده که حتی بندی یک حقوق داره، آفتاب، خوراک، نان، تشناب، همه خواهر ما از هیچ چیز محروم بوده. از امارات اسلامی میخوایم از رئیس الوزراء، از مولا یعقوب وزیر ما، تمام بستگان زیر به پیکر قانون بسپارن و جزا بدن به نظر عام که دیگه این رقم جنایت نبود. این جنایتی که در افغانستان شده حتی در سلجوقیان نشده، چنگیزهایی کار نکده، فرعون نکده، نمرود نکده، چطور یک برادر میتونه که بر علیه خواهر خود قسم ظلم انجام بده؟ لعنت به این رقم مسلمان بودن.